ما باید از تاجیک بودن خود افتخار داشته باشیم. شکرانه کنیم که یکی از ملت‌های قدیم‌ترین دنیا هستیم. وطن آباد و صاحب اختیار و دولت شای استقلال داریم. طلوع خورشید سعادت آفرین و آغاز احیای دولتداری نوین تاجیکان. تدبیرهای تقدیرسازی ابرمرد از تبار خورشید با جسارت بزرگ راهبری، استوار گذاشته شدن نخستین خشت کاخ دولتداری نوین تاجیکان از جانب معمار آن محترم امامعلی رحمان. قدم نو را جناب عالی به میدان بزرگ سیاست گذاشتند و در همون دوره علاقه ایشان را در تمام دنیا میشناختند. پیشوای ملت ما اساسگذاری دولت نوین تاجیکان است. یک دولتی که در حالت فناشوی قرار داشت او را معرفی کرد همچون دولت تشبثکار در منطقه و جهان. محتاج نان بودیم، همین فراموش کردن در کار است. شکر از وطنداری کردن ما در کار است. جناب عالی، شما را پشت به پشت ملت فراموش نمی‌کند. امامعلی رحمان شخصی پذیرفته تاریخ که با اراده کامل انسانی جامعه را به سوی مظفریت‌های بی‌نظیر راهنمایی نموده‌اند. وضع امروزه را با 10 سال پیش قیاس کنیم می‌بینیم که تفاوت از زمین تا به آسمان است. آرزو و امیدهایی که خلق ما داشت با رهبری امامعلی رحمان عملی شده است و در آینده نیز عملی خواهد شد. در عرصه جهانی این فرهنگ تمدن ساز معرفی کرده توانست. همه این ثمره استقلالت و راهبری درست پیشوای ملت است. در ضمیر جوانان و اهل جامعه شخصیت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی نمونه عبرت و مایه سرفرازی است. استقلال شکوفا، ثبات و همدلی، مقام شایسته در عرصه جهانی. این شکوه و ظفرمندی تاجیکان است. تنتنه آرمان هزار ساله ملت تاجیک زیر راهبری فرزند فرزانه ملت محترم امامعلی رحمان در تاجیکستان صاحب استقلال. مایه سرفرازی و افتخار است که چنین پرزیدنت داریم. ترغیب نموده توانستن ایده و ایدئال صلح و در عرصه بین المللی برآمد کردن سرور دولت کار آسان نمی باشد. امروز تاجیکستان با سربری پیشوای خود همچون تشبثکاری مسئله های گلوبالی جهان وابسته به آب شناخته شده است. واژه های استقلال و ملت با نام پیشوای معظم ملت سخت گره خورده است. قهرمان تاجیکستان امامعلی رحمان در حقیقت احیاگر تاریخ دیروز و امروز شد. امامعلی رحمان احیاگر تاریخ، بنیادکار امروز و راهنمای فردا.